نویس شود سرود خواند ما بریم اکتور شود که تو میخوایی دستت تو چی نامد وای مدیره کلونی من امیر خان می باشد عمرت دراز شود این مایرم چه کلونه آفرین عمرت دراز شود بلند کدوم شعر میخونی خون شعر رفتن جان السلام کردگان السلام ولی رحمان السلام متهم مامای از بچگان السلام ما دوستی صلحیم دشمنی جنگیم با دشمنی خود هرگز نجنگیم با دشمنی خود هرگز نجنگیم وای این رو موقع بینه دانم پشک شده شیبیر باران شد مسیمی بهاران شد همه جا گلستان شد وقتی کاری دهقان شد همه جا گلستان شد وقتی کاری دهقان شد من شریف و عبدالمبین خواننده سیپی چوری مکتب تحصیلات عمومی رقم 1 نویه قمسنگیر برای فرمان توی مادر به جان و دید قرینه عزیزی اولین و آخرین دلم روشن شود از نور رویت گهی که رو برویت می نشینم همه دردم شود از من فراموش هر آنگهی ببوسی از جبینم خدا بخشد به درد من دوای گلی روی تو را بشکفته بینم من شریف و مقبان زوجه شریف در اینجا فرزند بودن مدتی 2 ماه هستی تبابت گرفته است مدت دامناکی این کسل خیلی دامناکی است مدت های سالانه در یک ماه قریب 3,500 سومان این فرزندمون صرف می نماییم خیلی داروی خیمیایش قیمت است ما با کمک این دارو نیاز داریم خصوصا در عائله ما بغیر از شوهرم کسی دیگر کار نمی کند. چند فرزند دارید؟ 2 فرزند مدتی حاضر باشد که پدرش هم در بیمار است کار نمی کند نه اینکه من در اینجا بسیار کسل هستند از نوعی دور به همین کمک همین دوره خیمیایی آنها خیلی هم به فکر من نیازمندن. من باباخان جوراخان دиректори фонди хайрияи лона муддати 5 сол шуд ки дар ҷумҳурии тоҷикистон фонди хайрияи лона таъсис шудааст имсол 5 солагиашро қайд мекунем. дар ин муддат мо роҳбарияи фондро ба уҳда дорем. фонди хайрияи мо аз рӯзҳои аввали таъсис дода шудааш мақсади маълумаш аз он иборат аст ки ба кӯдакони гирифтори касалиҳои саратонӣ мубталои саратон гирифтор шуданд ва ба он кӯдаконе ки сӯхтаанд ёри худро расонад. мутаассифона сол то сол ин беморӣ афзуда ҳисоб дар ҷумҳурии سازمان شما میتواند مثلا رسیدگی کند به همه این کودکان یا مثلا چند درصدش فقط میتونید فراگیرش کنید؟ متاسفانه فوند خیریه ما از جهت مبلغ گذاری آنقدر امکانات های زیاد نداریم چون که گفتم که جمع‌شوی مبلغ گذاری ما فقط از همون خیرخواهان تاجیکستانی و بیرون مرزی وابستگی دارد که چقدر ما یاری میرسانند و ما در حال حاضر قوت تمام این کودکانی که اینقدر روز سال تا سال زیستند ما امکانات نداریم. مثلا در سال 2014 از 720 نفر کودکی که با قید گرفته شدند ما با 480 نفر اون توانستیم که دوره‌وری رسانیم. این از اون بود که محترمه آزاده رحمانووا دویما در جمهوری تاجیکستان اگر
اهمیت داده باشید در بسیار معرکه و چوغک‌های خیریه که در جمهوری تاجیکستان گذرانده می شود اون کسا در نه بلکه در اینو از شخصا اون خودشون در همه معرکه مثل چندین مرتبه در مکتب در صغیرخانه ها و در دیگر جاها یاردن اون کس رسانده میشد از طرف خودشون شخصا و در حالت هنگامی یکی از همون حالت‌های در همون سال 2008 2009 هنگامی یکی از همون اقدامایی که اونها کردن در این بیمارخانه وقتی که اونها بودن و حالت این کودکان رو دیدن از همونجا این با اون خیلی فکر به پیش آمد که باید حتما به این کودکان یوری عملی خود را کسا رساند و در این جدا اونها بسیار یک تشبث زیاد نشون دادن یک سهم زیادی خود را گذاشتن که تا امروز ما باید درجه بلند رسیدیم.